معلوم هست کجا هستی که بیا باهات کار دارم. بابا سلام. درد و بلام. بابا جون چرا همش با من دعوا میکنی؟ چرا که دعوا نکنم؟ اون موقعا که سالت کم بود هرچی بهت گفتم بیا شوهر کن، یه زندگی برای خودت درست کن، گفتی من یه شوهری میخوام که سالسات داشته باشه. اونقدر شوهر نکردی تا ترشیدی و موندی بی خریش ما. ولی بابا جون دیروز که شما خونه نبودین برای من یهو 3 تا خواستگار اومد. جون من. خب تعریف کن ببینم چطور شد. پس حالا بابا جون گوش کن تا واسط بگم. تو که از خواب پا شدم صدای در اومد، ای تو خواستگار برام با تیمو در اومد. تو که از خواب پا شدم صدای در اومد، ای تو خواستگار برام با تیمو در اومد. یکیشون کرمونی بود سوار غرومد، اون یکی زمنونی بود با گوش کرومد، سومی شیرازی بود با سری گرومد. یهو از در اومد با سری گرومد، یهو از در اومد از دست خواستگارا بای بود دلم در اومد. که چه نوبر اومد، بای بود دلم در اومد، که چه نوبر اومد. بابا راستی دست کش، عجب خواستگارایی برات پیدا شده. خب دخترم تو هم حتما معطلش نکردی و اون الاغ سواره رو انتخاب کردی ها؟ نه بابا جون حالا گوش کن ببین چه بلایی من به سرشون آوردم. بله سراپا گوشم بگو. کرمونی تا منو دید رنگ روشو با سواری خریش شد و مثال اصاب، زمنونی تا دید منو تا کمر خم شد، بیچاره از ترس من 2 کیلو کم شد. شیرازی با ترس و لرز گفت خاطر خودم، خاک پاهاتم گفت خاطر خودم، عاشق شاتم گفت خاطر خودم، عاشق عداتم. برعکس اون 2 نفس خوش قد و قامت بود، پر از شامت بود، خوش قد و قامت بود، پر از شامت بود. تنها عیبی که او داشت اصلا میخوای بگی تون سرش کچل بود قبول نکردی ها؟ آره بابا جون حیف که سرش کچل بود.